اولین بار بود که مسابقات دارت و مسابقات تیراندازی در بحث پرسنل داشت برگزار میشد و ما میخواستیم ببینیم که استقبال چطوره و علاوه بر استقبال استعدادیابی که بین پرسنل و بحث همکارایی که داره انجام میشه. مسابقات در بین پرسنل باعث میشه که هم استعدادیابی میشن، افرادی که شناختی ندارن از استعدادهای ورزشیشون توی این مجموعه ها شناخته میشن، معرفی میشن به عرصه های بعدی و بالاتر. همه که من جا داره تشکر بکنم از مدیریت محترم شرکت، جناب آقای همدانی که همچین شرایطی رو برای ما مهیا کردن. واقعا ممنونیم از ایشون که باعث میشه انگیزه و اون شور و شوق پرسنل میون این همه مشغله کاری و اون روزمرگی کاری بالا بره. همچین برنامه‌هایی توی همچین فضای صنعتی خیلی مناسب هست، خیلی کمک میکنه به روحیه پرسنل و خب این قطعا خودش رو توی عملکرد پرسنل نشون میده. عالیه، به نظرم یه انگیزه‌ای میشه برای نیروها، حالا با حجم کاری که دارن یه سر تفریحات و بالاخره کار فرهنگی خوبی ادامه داشته باشه بهتره. به هر حال یه وقفه بین کار ایجاد میشه و یه جو صمیمی ایجاد میشه، باعث به قولی صمیمیت بیشتر بین بچه‌ها و همکاران میشه. مسابقه‌ای برای پرسنل انجام بشه، ابتداً آموزشی برای عزیزان برگزار شد از طرف بخش استعدادیابی کمیته دارت استان که زحمتش رو آقای شمس متحمل شدن و اینکه بچه‌ها در گروه‌های یک نفره به صورت پرتاب 9 دارت با 9 تا پرتاب شمارش می شدن. هر عزیزی که بیشترین امتیاز رو آورد با 9 تا پرتاب از بین شرکت کنندگان 4 نفر بهشون جوایزی از طرف شرکت نوین شغل اهدا شد.